برای هر کی این کبابو درست کنی باورش نمیشه یه کباب تابعی ساده است. یه ترکیب بی‌نظیر که خودت هم باور نمی‌کنی که انقدر راحت درست میشه. یه شکل خاص و جذاب داره. با هم دیگه درستش کنیم. مرغ چرخ شده رو به همراه پیاز چرخ شده، آرد سوخاری و ادویه خوب ورز بده، سلفان روش بکش و بذار استراحت کنه. چرخ کرده گوسفندی رو به همراه پیاز، آرد سوخاری و ادویه خوب ورز بده، رو اونم سلفان بکش و بذار استراحت کنه. حالا اول گوشت گوسفندی رو کف طابق قشنگ پخش کن، سطحش رو صاف کن، بعد گوشت مرغ رو روش بریز. بعد دیگه به کمک یک کفگیر و یا لیسک اینجوری به شکل بده. دیگه بذارش روی حرارت و یواش یواش بهش روغن رو اضافه کن و اینجوری برش بزن. حالا زعفرون دم شده و کره روش بریز و قشنگ بذار یه طرفش سرخ بشه، بعد برگردون. لطفاً نکات داخل کپشن هم حتما بخون. بعد دیگه بذار قشنگ هر 4 طرفش خوب سرخ بشه اینجوری که توی تصویر میبینی. بعد دیگه کباب خوشمزه ما آماده است. نوش جان و مرسی از همراهیت. بدرود.